شوهرم مرد عرب رو آورد خونه تا سلام، خوش اومدید به کانال ما. اینجا جایی است برای شنیدن داستان‌های واقعی جذاب. لطفاً تا پایان این داستان همراه من باشید و در پایان با ساب کردن از کانال ما حمایت کنید. حدوداً 4 سالی بود که با شوهرم ازدواج کردم. ازدواج ما سنتی نبود و ما حدوداً چند ماهی رو با هم دوست بودیم. به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتم اوضاع مالیشو کلاً کنار گذاشتم و به پیشنهاد اون با همدیگه ازدواج کردیم. وقتی که اومد خواستگاریم پدرم میگفت این پسر به درد ازدواج نمیخوره. چجوری میخوای با یه پسری ازدواج کنی که کارمند و درآمد آنچنانی و خونه و ماشین و اینا نداره؟ بعداً پشیمون میشی ولی دیگه پشیمونی فایده ای نداره. دیگه اون موقع پدر و مادری هم نداری که پشتت باشن. منم میگفتم به خاطر علاقه‌ای هم که بهش دارم باهاش ازدواج میکنم و مطمئن باشید که خیلی خوشبخت میشم. اون موقع سن و سالم کم بود و کلا توی رویا به سر میبردم. با خودم میگفتم باهاش کار میکنم و پس انداز میکنیم و خونه میخریم. اما نمیدونستم که زندگی اون بیرون خیلی سخت‌تر از این حرفاست. چون من تازه اون موقع ترم 1 دانشگاه بودم. اوضاع مالی خانواده‌ام هم متوسط بود، اما حداقل از خانواده شوهرم سپر خیلی بهتر بود. وقتی به پیشنهاد ازدواجات خیلی خوشحال شدم. با هم ازدواج کردیم و بعدش هم یه خونه در حد 60 متر رو اجاره کردیم. اونم توی محله توی پایین شهر تهران. شوهرم حقوقش جوری بود که نصف بیشترش واسه اجاره خونه میرفت و یه مقدار خیلی کمی میموند. منم به ناچار برای اینکه بتونم یه پولی در بیارم و بهش کمک کنم مجبور شدم که سر کار برم. از اونجایی که مدرک خاصی هم نداشتم توی آرایشگاه کار میکردم، اما خب درآمد بالایی هم نداشتم، اما بازم میتونستم توی خرجی کمک کنم. شوهرم میگفت من به جای هر دومون کار میکنم، حتی اگه بشه بعد از اونها میرم کارگری میکنم، اما نمیخوام که تو سختی بکشی. منم میدونستم که اون داره تمام تلاششو میکنه. برای همینم میگفتم من از کار کردن لذت میبرم و کار آرایشگری رو خیلی دوست دارم. خلاصه اینکه گذشت و شوهرم دنبال هر راهی میگشت که بتونه پولدار بشه، تا اینکه گفتش که با یه مردی آشنا شده که عرب هستش و اوضاع مالی خیلی خوبی داره. اون مردم تو کار تجارت و بیزینس کردن اینا بودش. به شوهرم پیشنهاد کرد که باهاش وارد بازار کار بشه. شوهرم هم یه روز اونو شام خونمون دعوت کرد. میخوام اینجوری ازش پذیرایی کنم و ازش قدردانی کنم که داره بهم کمک میکنه. اون روز وقتی که عبدالله رو دیدم ازش خیلی خوشم اومد، اما با خودم میگفتم که تو متأهل هستی و نباید اشتباهی ازت سر بزنه. اما رفت آمده اون به خونمون دائم بیشتر و بیشتر میشد، تا اینکه یه روز وقتی شوهرم نبود بهم ابراز علاقه کرد و گفتش که از من خیلی خوشش اومده و حتی حاضره که اگر شوهرم جدا بشم با هم ازدواج کنه. منم وقتی پیشنهادش رو دیدم با خودم گفتم اینجوری میتونم به پول بیشتری برسم. درسته شوهرم رو خیلی دوست داشتم و براش ارزش قائل بودم، اما توی زندگی هیچی بهتر از رفاه نیستش و همه کسایی که توی سختی زندگی میکنن ممکنه که یه روزی پول رو به هر چیزی ترجیح بدن. برای همینم با شوهرم صحبت کردم که از هم جدا بشیم. شوهرم تعجب کرده بود. میگفت الان چی عوض شده؟ من که دارم تمام تلاشمو میکنم که اوضاع مالیمون رو خوب کنی. اگه دوست نداری کار نکن، من بهت پول بیشتری میدم، اما لطفاً این کارم نکن. من نمیتونم بدون تو حتی یه روزم زندگی کنم. انقدر سنگدل شده بودم که این حرفاشم واسم مهم نبود. گفتم من فقط میخوام ازت جدا بشم، حتی مهریه هم ازت نمیگیرم، لطفاً این کارو قبول کن. اونم که دید من قانع نمیشم طلاقمو داد و بعدش هم از هم جدا شدیم. عبدالله هم یه خونه واسم گرفت و ما ازدواج موقت کردیم، یعنی ازدواج دائم نکردیم. فکر میکردم که اون منو برای همه زندگیش میخواد، اما بعدا فهمیدم که حتی اون یه زن دیگه هم داره و کلا همه زندگیشو با دروغ بهم توضیح داده بود. فقط میدونستم که اوضاع مالی خیلی خوبی داره. سعی میکرد با پول خرج کردن کاری بکنه که من سکوت کنم و دیگه دائم الکی ایراد نگیرم. بعد از یه مدتی که حدوداً 6 ماه میگذشت دیدم که یه نامه گذاشته و کلاً دیگه نیستش. هر چقدر به گوشی عبدالله زنگ می‌زدم فایده‌ای نداشت، تا اینکه یه پیام بهم داد که دیگه نمیخوام ببینم و تو برام کسل کننده شدی. کلاً من با هیچ زنی تا حالا 1 سالم زندگی نکردم. اگه هم اون زنم رو ازش جدا نشدم به خاطر اینکه ازش بچه دارم، وگرنه اونم دیگه برام کسل کننده شده. تو هم برای من هیچ فرقی با آدمای غریبه نداری. برای همینم یه مقدار پول واسه روی اوپن گذاشتم. اونا رو بردار و کلاً از زندگی من برو بیرون. خیلی دلم شکست.
چون واقعا بهش علاقه پیدا کرده بودم. حتی با وجود اینکه میدونستم یه زن دیگه هم داره، با این قضیه هم کنار اومده بودم و حاضر بودم که تا آخر اون باهاش زندگی کنم. اما اونجا بود که فهمیدم چجوری کارمای کار بدم رو پس دادم. یه روز رفتم دم در خونه شوهر سابقم، یعنی همون سپر، که ازش حلالیت بطلبم. گفتم که از کارام خیلی پشیمونم، هرچند که میدونم تو هیچ وقت منو نمیبخشی، اما فقط اومدم ازت عذرخواهی کنم. اونجا بود که همه داستان واسش تعریف کردم. وقتی حرفمو شنید خیلی ناراحت شد. تو باورم نمیشه که تو به خاطر یه آدم دیگه خیلی راحت منو ول کردی. اما البته خودم هم مقصر بودم. نباید اونو وارد زندگیمون میکردم. نباید میذاشتم که بیاد خونم. برای همین تو رو میبخشم. حتی حاضرم دوباره باهات ازدواج کنم. اما به شرطی که بهم قول بدی واقعا سر زندگیمون بمونی. اوضاع مالی شوهرم خیلی بهتر شده بود و کم کم تونست یه خونه و یه ماشینم بخره. من رو هم بخشید و دوباره با هم ازدواج کردیم. الان که دوباره باش ازدواج کردم خیلی قدر زندگیمو میدونم که دیگه نباید سر هر چیز کوچیکی زندگیمو نابود کنم. ممنون که داستان رو شنیدید و تا پایان این داستان همراه من بودید. لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و با لایک و ساب کردن از کانال ما حمایت کنید.